حاجی چرا انقدر اونجا داره خاموش روشن میشه؟ واو یو رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من میادم و به کانال خودتون خوش اومدین. بچه امروز یه گیم براتون آوردم، یه گیم کاملا سم ترسناک به اسم مدیسن. بدون معطلی لیتس پلی. خب شروع شد. اوکی نمیدونم بچه اینجا دقیقا چه اتفاقی افتاده، ولی شروع گیم یه شروع پشم ریزونه. الان میبینی که الان اینجا واو بچه این الان پدر لوکاه داره میگه چه مرگته. این الان همش از ما میخواد که در رو باز کنیم، ولی مطمئنن ما این کار انجام نمیدیم. دقیقا بچه راستش یکم این جریانات فکری گیم آدمو درگیر میکنه. یه نامه از طرف پسرعموی لوکاس فکر کنم به اسم رومئو. اوکی فکر نکنم این چیزی باشه که به کارمون بیاد. حاجی صدا این تلویزیون خیلی رو مخمه. اوکی اینو میتونیم بچرخونیم. و بچه این تلویزیونه اینجا ما الان فقط میتونیم از نورش استفاده کنیم، یعنی چیز خاصی نداره. اینم که واو دست کیه من نمیدونم. برش دار دیگه. اوکیه اوکی بذار ببینیم بچه اینجا چیز به درد بخوری هست یا نه. اون دستگیره هم که برداشتیم میتونیم اینجا استفادهش کنیم. یا خدا. خب اینجا در رو باز میکنیم. باز کن نترس، از هیچی نترس. باز کن. خب اجازه بدید میتونم دوباره با این پدر لوکا صحبت کنم؟ Please talk to me. I don't understand what's going on. دیگه تو رو خدا با هم حرف بزن. بگو چه خبره اینجا؟ خبری نی. آجی این یه مرگش شده میدونی؟ فکر کنم اینجا باید فقط سریع اینجا رو رد کنی. Come on. Maybe I can get out through Grandpa's house. Okay. Oh shit. I gotta get out of here. آجی از کجا باید بریم بیرون؟ چیه اینجا؟ اینجا چیزی هست که به کارمون بیاد یا اصلا راهه؟ فکر کنم باید از همین ور بریم. اوکی. یا خدا یا خدا یا خدا. آروم آروم. یا الله. لو این چیه؟ میشه بازش کرد؟ نه مثل این که نمیشه دستکاریش که. I need to find a way out. این در رو میشه باز کرد؟ نه. واو هولی شت. حاجی اون چیه اونجا در اومد؟ حاجی اون یه چیزی اونجا در اومده. اوکی بذار ببینیم فعلا اینجا چیزی به کار بیایی هست.
نمیشه اینجا کاری کرد. این چیه؟ Wasn't there a door here? بریم ببینیم اون کوفتی چیه. هلو هلو داداشی سلام. وولی شت حاجی برای یه ساعت شت او حاجی این در باز نبود. حاجی این در باز نبود. شت برم تو؟ یعنی برم تو؟ سلام. واو حاجی یه صدایی میاد. ببینم این چی. اوکی این خرابه. این چیه؟ My birthday present? بچه این کادو واسه تولد ماست. بازش کنم. اولی شت. میتونیم عکس بگیریم؟ اوکی نگو یه چیزی الان تو عکسه. ببینم آجی هیچ خبری نی. اوکی خب این چیه؟ اوه این عکس پدر بزرگه آلبرت مکسول. حاجی یه صدایی داره میاد. این کیه؟ وو حاجی یعنی من الان باید از این سوراخ اون بیرون رو نگاه کنم؟ ببینم الان خبری هست؟ اوه یه چیزایی رو دیواره. اوکی اوه خب الان چی هست اینجا؟ اوه بچه تلویزیون روشن شد. این تلویزیون روشن. حاجی فکر کنم الان یه چیزی از اینجا در بیاد بیرون. شد میتونیم الان این اتاق بریم بیرون؟ شت حاجی من اونجا رو نگاه نمی کنم. بذار بچه ببینیم تو اتاق دیگه چیزی هست. این که خراب بود. بچه صدای در اومد. اینجا چی هست؟ اوکی یه کلیده. این چیه؟ یه قفله. آها بچه یه کد 4 رقمی باید پیدا کنیم فکر کنم تا بتونیم این در رو باز بکنیم. بزنیم خبری هست؟ نه. این چیه؟ من باید کاری بکنم اما چراغه فقط تکون میخوره. حاجی من الان چطوری میتونم از این اتاق برم بیرون؟ ببینم این چیزایی که پیدا کردیم. یعنی چیه دقیقا؟ بچه شاید تو آینده به کارمون بیاین عکس‌ها. اینم که باز نمیشه. نکنم باید یه مدت حداقل اینجا رو نگاه کنیم.
شت. حاجی این در رو باز کن. تو ببینم چیزی دیگه اینجا نیست. آها فکر کنم بچه این کلید اینجا نیست. این کلیده که پیدا کردیم نمیدونم حاجی، هیچ ایده ای ندارم. نکنه بعد از یه جا عکس بگیریم. اوه وو حاجی اوف. خب چی الان تو اون عکسه؟ خبری نی؟ خب چرا هست؟ اوه حاجی در باز شد. بچه در باز شد. هلو چی الان؟ حاجی سلام. حاجی اینجا چرا اینقدر تاریک شد؟ اوکی اوکی هولی شت. حاجی این آدمه؟ بچه این آدمه؟ وو 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 حاجی آدمه یا دوباره همون ساعته هست؟ لو لو بچه وو 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 شت. حاجی چی بود اون؟ چی بز ببینم این؟ نه هیچ کدوم از اینا نیست. I should find a nail or something to hang it with. اوکی بچه میگه که باید یه میخ پیدا کنیم واسه اینجا. او 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 این دوباره اومد. خب این ساعت دیگه این دوباره چرا ما واقعا باید 3 بار از یه ساعت بترسیم؟ من اوکی 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 بچه ها میخو پیدا کردیم. حاجی چرا انقدر اونجا داره خاموش روشن میشه؟ وو 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 هولی شت. پشمام حاجی دیدین؟ شت حاجی یعنی اون الان اینجاست؟ حاجی زن بود. سلام. حاجی ریدم. بذار این تابلوها رو سریع بزنم. اوکی تابلو این سگو بذارم اینجا. خب الان که چی؟ این چی میخواد؟ حاجی معلوم نیست چی میخواد. یه عکسی بچه اون بالا هست. بذار ببینم چیزی تو این اتاق اضافه نشده. نه بچه یکم پیدا کردن این جواباش یکم به نظرم گیج کننده است. یعنی هم خیلی ترسناکه هم خیلی فکریه میدونی.
اوکی. بذار یه عکس از این ور بگیرم ببینم. نه خبری نیست. بذار یه دونم از این بگیرم. وو چی شد حاجی؟ اوه بچه یه در اینجا اومد. شت. اوکی. صدای در اومد. آها این کلید مال اینجا بود. خب لیتس گو. آروم آروم آروم. اوه اوکی بچه اینجا همون اتاقی بود که ازش داشتیم اینجا نگاه میکردیم. ببینم اینجا چی. کبریت. اوه یه قوطی کبریت که توش یه کلید بود. Dad said he was repairing Grandpa's house, but instead he's been investigating this woman? Okay. What is going on? پدره میخواسته خونه پدر بزرگ رو تعمیر کنه. قفله. این چی؟ اوه بچه این در باز میشه. یالا سلام. این چیه؟ یه نوار. اوکی. بچه فکر کنم باید واسه اینجا یه کلید پیدا کنیم ها. فکر کنم اینجا یه کلید میخواد. بگردیم ببینیم کلید هست. آفیسر رسول بچه ها یه سری چرت و پرت نوشته اینجا. داشت رسول. بچه بذار ببینیم بیرون چیزی هست. اینجا هم که فقط یه مش نوشته است. چیزی که به کار ما بیاد. که به کار ما بیاد. دیگه روشن نمیشه. نه بذار ببینم. اینجا یه کلید. اینجا یه کلید داریم دیگه. بذاریم که اون گاف صندوق میخوره. آره چی هست؟ My notebook? My notebook? So Dad's the one who took it away from me. I should keep this. الان برداشت. I don't remember drawing any of these. Sister leg. Going insane? Sister leg, sister mom's arm, dad's head. What the fuck? آروم حیوون. وای 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 وای. Grandpa's house. بچه این خونه چرا اینقدر بزرگه؟ اوکی. It has no signal. این سیگنال نداره. صدا چی بود؟ اوه اوه اوه.
وای storm must have taken وای over. حاجی برق I think رفت. Grandpa had a generator in the basement. حاجی برق رفت. یا خدا یا خدا این در قفله حاجی. اوه بچه خیلی حس میکنم همه چی آروم شده. در باز میشه. اوه آی بچه نمیخوام برم این داخل. حاجی چرا نور نیست؟ چیه؟ Blue knees? Blue knees is real؟ حاجی آها It smells awful. بچه اینجا چراغ نه راست برق نیست. خب یه دونه از این چراغ استرایری کوفتی اینجا هم میزدیم. خب Chains? Maybe I can break them with something. هیچ کدوم از اینا کار نمیکنه نه. چیه من اصلا نمیبینم چیه که من بخوام چیزی استفاده کنم. آها combination right and left برش داشتم right 8 left. خب میشه اینو برش داری حداقل. چه بذار ببینیم این در رو باز کنیم اینجا چی هست. آها اینجا در میادم اونجا. بچه یه عکسی اینجا بذار بگیرم ببینم چیزی معلوم میشه. نه بذار از اینجا بگیرم ببینم. نه اینجا هم خبری نیست. اینجا چیزی نداره. خب بذار بریم ادامه. اینجا هم که خبری نیست. حاجی اون چیه؟ بچه اون چیه؟ سلام مجسمه است. اوکی او نمیشه روشنش کرد برق نیست. Grandpa dedicated his whole life to clockmaking. ساعتی پدر بزرگ آجی. اوکی نمیشه برش دارم. I gotta find a way to open this door if I want to get out of this house. آجی اینجا کجاست؟ بذار یه عکسی اینجا بگیرم. آجی خیلی تاریک. او بچه یه در اونجاست. اوکی نه اکثر چرا گذاشتی کنی؟ بچه یه سوراخ اینجاست. هیچی معلوم نیست. در باز میشه. آره بچه این سی بگیرم. وای خدا آجی فکر کنم اول باید بریم ما نور رو اوکی کنیم. مثلا من نمیبینم اینجا هیچی رو. شاید باید بریم داخل زیر زمین ها. آها ژنراتور اینجاست. خب
ببینم. پایین پایین بالا بالا پایین، نه پایین پایین بالا بالا پایین پایین این بالا 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 پایین 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 بالا 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 بالا، نه پایین بالا بالا بالا. اوکی Let's go. برق اومد. بس ببینیم اینجا چی هست. وارم چی؟ جوپیتر مارس. او چی اینجا؟ واو بچه اومدیم یه جای عجیب غریب. شت او شت قفل آجی. نکنه اینجا راه خروجمونه. بذار دوباره برگردیم. بس بریم بالا بریم چه خبره. اوکی برق اومد اینجا. حالا میتونیم راحت ببینیم که جریان چیه. بچه اینجا دوتا قفل احساس میکنم. بعد نوشته do not use. فکر کنم آجی وقتی اینو باز کنیم برینیم تو خودمون. میدونی Grandma and Grandpa's room. اینجا هنوز قفله. تلفن سیگنال داره ولی نمیتونیم دیگه کاری بکنیم. آها From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, Demons? it becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, well, I'm afraid آجی پدر بزرگی داره حرفای ترسناکی میزنه. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. بگردیم ببینیم. Even if you rid yourself of that بچه این object خونه later, خیلی بزرگه. the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches. اینجا نیاز به یه چیزی داریم که این زنجیر رو باز بکنیم. As to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the اینجا همونجاست بچه ها. Compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh,
And before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. My advice, steer clear of the insects. There's just no way. I can't be possessed. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I Oh, چی شد؟ My head. چی شد؟ A door. A red. در قرمز؟ اوه بچه همون در قرمزی که با هم دیگه دیدیم. Is this what that man was talking about? اوه It can't. حاجی یه در باز شد. Could it be the basement door? در قرمز بچه همون دره بود. نکنه باید بریم اونجا. همینجاست. خب این قفله. خب لعنتی. اینجا هم که خبری نبود. این هم که قفل بود. اینجا هم خبری نبود. این هم همینطور. اینو نگاه نکردم. آها. او یه کلید. کلید پیدا کردیم. بذار ببینیم بچه کلید این در اتاق است. آیا خب اینجا که نیست. یه اتاق هم اینجاست. نه ببینم. کلید عجیب غریبیه. ببینیم کلید اینجا نیست. نه اوکی. آها اوه بچه این مال اینجا بود. اوه شت بچه اینجا 2 تا در داره. 2 تا کلید داره. بچه اینجا باید 2 تا کلید پیدا کنیم. یک کلید دیگه باید پیدا کنیم. اسم میکنم آجی چیزی باید پیدا کنیم که یه ربطی به این ساعت دیواریه داره. میدونی؟ بذار ببینم. اینم هنوز قفله. کلید اینو نداریم که نه. نه شت. بس برگردیم دوباره اونور. بچه مطمئنین به این نمیخوره؟ نه نه. دوباره برگردیم اونور. بچه نکنه بعد از در قرمز عکس میگرفتیم ها. ببینم اینجا چیز دیگه چیزی به درد بخور که نداریم. نه نه خب بزنیم این چی بود. اینم که نه. بچه بذار بریم ببینیم میتونیم از اون در عکسی چیزی بگیریم. اینجا هم چیزی به کار بیایی نیست. بریم ازش عکس بگیریم ببینیم اتفاقی میفته. اوه هولی شت. اوه این چیه؟ اوه بچه در باز شد. در باز شد. واو. What? What is this place? This is impossible. What's wrong with me? چه چیه؟ یه چیه
چیزی باید داشته باشیم که باش بتونیم Those symbols. I've seen them before. بچه یه اشکالای عجیب غریبیه میدونی؟ جوپیتر و مارس ببینم جوپیتر و مارس یکیش باید ماه باشه یعنی یکیش هم جوپیتر باشه جوپیتر داره آره اینو بکنم ماه اون یکی بکنم جوپیتر ها این ماه اینم بزنیم جوپیتر نمیشه اوه بچه بازم اشکال داره شت خب این دیگه خیلی سخت شد It looks like a crime scene. بچه این دیگه خیلی سخت شد فقط روش زده جوپیتر و مارس پس اون یکی چی میتونه باشه آجی فکر کنم باید دنبال چیزای بیشتری بگردیم نمیدونم آجی یعنی 3 تا کد میخواد خب بچه ها فکر میکنم تا همینجا واسه پارتی کافی باشه اگه دوست داشتین حتما بهم بگین تو کامنت ها که اگه واقعا این گیم رو دوست داشتین ادامهشو برین بچه خیلی دوستتون دارم خدای بزرگ میسپارمتون دوستتون دارم خدا نگهدار